دو مدل سینکه، یکی روکاره که اون بالایی است که اون لبه داره که عرض 50 داره و عرض 60 سانت داره. بعد میشه سینکای توکار که همشون لبه ندارن و همشون هم عرض 50 سانته. حالا اونا سینکای اقتصادی هستن که عمق کمتری داره، عمق 10 سانت داره. اینا سینکای این سینکای فانتزی هستن، عمق 20 سانت داره. این سینکای نیم فانتزی هستن با کفشورای بزرگ که اینا عمق 10 سانت هستن. اینا سینکای دستساز هستن که عمق 22 سانت داره که طول حالا 74 داره، 80 و 90 و این چیزی داره. اینا سینکای پیانویی هستن، سینکای گرانیتی. و اینکه اینا سینکای اقتصادی هستن. سینکای اقتصادی هم توکار داره هم روکار داره که لبه دارن. اینا هم که سینکای نیم فانتزی ها اصولا ارتفاع اون لگنشون کوتاهه که بین 10 تا 15 سانت هستن اکثرا.